شما بینندگان گرامی گزارش نوبتی مستقیم رو از جریان بازی‌های دور هفتم لیگ عالی فوتبال کشور پیشنهاد می‌کنیم. نوبتی فوتبال بازی دسته روشن بسیار هم خطرناک است. دو فوتبال باز توسط کنار به هجوم پیوست میشوند. عزیزبک حییتوف پرتافت توپ رو انجام می‌دهد و طور جدی اما همه چیز در دایره قانون قاعده فوتبالی است. بازی رو دوام دادن ممکن. امکانیت بسیار هم خوب است. ضربه اما با کجا ضربه می‌زند؟ که کهنسال‌ترین فوتبال باز در لیگ عالی فوتبال کشور هم اعتراف می‌شود. در لحظه قبلی صابرجان خولمت این دسته روشن رو میبینیم. امکانیت پیدا میشود یا نه؟ فرصت هست. ضربه اجرا شد لیک در هر دو حالت طور محمد جان رحیموف ارسال توپ رو انجام داد. فرصتی بهترین است. ضربه و گل اینک دوستان گرامی حساب شده میشود و در دقیقه 16 همی رقابت ما و شما شاهدی گل میشویم. نوزیم باباجانوف با زدن گل موفق روشن رو هم شما دیده ایستادید. یک بار دیگر رفتیم هجوم رو با پورگی میبینیم. محمد جان ارسال توپ رو انجام میدهد و در این حالت طور میبینید در همان لحظه اولی که پرتافت توپ صورت گرفته ایستاده است درباره احتمال وجود داشتن افساید سخن نمیرود و بعدا توپ با کسی نرسید. با کارنامه او بهاگذاری کردن شاید اندکی نادرست هم هست. تلاش نوبتی فوتبال بازی دسته روشن رو میبینیم از ماه اپریل، اما تعیین او به سرمربی در ماه ینور صورت گرفته بود. حتی در بعضی از چمپیونات‌های دیگر من حالا بعداً در این باره گفتم میگذارم. فرصتی نوبتی ضربه و گل اینک دوستان گرامی طور ما و شما میبینیم. عزیزبک سلطانوف گل دوم را اینجا بر علا دیده میشد ولی ما و شما امکان داریم صحنه تکراری رو ببینیم و در همون لحظه که ارسال توپ صورت گرفت اصلا اگر اهمیتی هیچ شما آنجا عموما سخن درباره افساید نمیرود. مسرور قیامیدینوف پرتافت توپ رو انجام میدهد. محمد جان رحیموف در این پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم و باز هم دفاعگران دسته کوکتاش به اشتباه را میدهند. اینجا شانس پیدا میشود یا نه؟ نوزیم باباجانوف اشاره به آن دارد که توپ به دست رسیده بود. در همان حالت عزیزبک حییتوف باز توپ رو به اختیار نوزیم برگردان. رفتی بازی اکنون از سر گرفته میشود. محمد جان رحیموف پرتافت بنیاد عالی از سوی او امکانیت نوبتی پیدا میشود و باز هم مبارزه دوام دارد. ضربه رو میبینیم که در این حالت اکنون صدگذاری دفاعگران به نظر رسید و باز یک ضربه دیگر اما با اشتراک ادهم جان عبدالله دیدیم. ادامه هجوم فوتبال بازی دسته روشن داور چی قرار میبرد در این حالت؟ حمله ادامه یا حتی توپ به دروازه هم وارد شد با چی است؟ بیاید یک بار دیگر میبینیم. احتمالی وجود داشتن افساید اینجا با فکرم بررسی میشه. بله اینجا بیرقچه خود رو طور میبینید اینک قرار برآورده شد. محمد جان در نزد توپ ضربه او و به یگان شانس برای فوتبال بازی دسته حریف مخصوصا دروازه‌بانیان که در همون لحظه تا کجا حالتی که ما و شما دیدیم از یکی از حالت‌ها چنین به نظر رسید که احتمال افساید است در همین برخوردی که بود. یعنی عزیزبک حییتوف خود به واسطه در حالت نوبازی احتمالش هست که قرار داشته. خوب اینک ضربه اجرا می شود و بسیار هم خطرناک است. بار دیگر ضربه مستقیم فوتبال بازی دسته کوکتاش رو سوی روان آمد اما موفق نشد. محمد جان رحیموف پس او فرصت هست. عزیزبک حییتوف میخواست توپ رو برگرداند که در لحظه های بازی در تمام باقی میماند. پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم کمی در نوبتی دوم با اجرای ضربه های موفق دست یافته بود. چگونه حالت؟ نوزیم باباجانوف ارسال توپ از سوی او و شانسی بهترین ضربه اما کوهای گوتسون چگونه نشد؟ حدس و گمان ها و تخمین هایی که هست اصلا در شهرآوردها و دربی ها عملا درست نمیبرند. یک شانس برای کوکتاش کمی سر و سیمه شدند و ببینید که در خطای فوتبال بازان دسته ادامه هجوم فوتبال بازان دسته کوکتاش رو میبینیم. هیئت خود را پرقوت کنند. 3 دقیقه وقت ایلوه شده هم خاتمه مییابد و گلمراد سعدالله با بلند کردن صدای هشتکی خود